درود دوستان، بر اساس آپدیتی برای قیمت بیت کوین در آیندهش که چه اتفاقاتی میتونه برای مارکت به وجود بیاد، بر اساس آپدیت آخری که در تاریخ 10 آگوست 2025 خدمتتون ارسال شده در کانال کوینکور پین شده به همون تاریخ، ما اعلام کردیم که قیمت بیت کوین بر اساس ریزش های 35 29 و 33 درصدی که از سال 2013 17 و 2021 وجود داشته، یه میانگین 32.68 درصد رو میتونه تا قبل از ژانویه داشته باشه و اگر بیس مبنا رو بذاریم روی قیمت پایه 100 به اصطلاح $126,200 میتونیم مطمئن بشیم که $85,000 میتونه قیمت استراحت بده قبل از ژانویه و این محاسبه میانگین 32.64 درصد از پایه ATH قیمتش این $126,200 میتونه اتفاق بیفته. حالا که ATH مشخص شده، برامون خیلی مهمه که بتونیم ATL روندمون هم داشته باشیم و شرایط رو بر اساس توضیحاتی که خدمتتون ارسال شده خدمتتون عرض کنم برای قیمت ATL و همچنین زمان تقریبی که برای سال به اصطلاح میشه سال 2 سپتامبر 2029 برای ATH بعدیش که 1379 روز فاصله است. برای اینکه بتونید شما در ATH بعدی همچین شرایطی رو تجربه بکنید که سودده باشید، توصیه میکنم برای درک بیت کوین و تاریخ اون حتما به این نمودار رجوع کنید. در این نمودار بر اساس داشته هایی که از سال 2009 هست قیمتاش ذکر شده و برای هاوینگ هم به سال 2028 اشاره شده که قیمت اون $222,043 که میتونه ما این رو تارگت بعدی بیت کوین باشه برای هاوینگ و ATHش هم قاعدتا یه پروسه 1 سال تا 18 ماه بعدش میتونه همونطور که خدمتتون عرض کردم انتظار این رو داریم که توی ATHش هم از این قیمت بره بالاتر. اما این داشته ها و اتفاقاتی که میتونه روی روند مارکت بیفته قاعدتا با خروج ما روی 101,000 تا شکل گرفت و بر اساس داشته هایی که حال حاضر در روند توضیحی میتونم خدمتتون عرض بکنم، ما روی سایکل کلی بیت کوین در صورتی که یه کپی از این داستان داشته باشیم راحت میتونیم اشاره بکنیم به یک سایکل چرخشی که مارکت رو برامون به وجود آورده. خب این چرخ سایکل رو من در تاریخ 15 دسامبر 2020 تا همون 15 مارچ 2023 وقتی قرار بدین یک کپی ازش تهیه بکنید بر اساس ابزار بار پترن، میتونید این رو وردارین و بذارید برای آینده مارکت. اون چیزی که اینجای کار داره قیمت باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو میتونید حتی کامل ازش مطلع بشید. توی این نمودار ما شرایطی که الان برای مارکت وجود داره یه همچین سایدی هست و این اتفاقیه که میتونه روند مارکت رو قشنگ براتون تفسیر بکنه که ناحیه حدودی این جریان میشه چی. این دقیقاً بر اساس این سایکل، حتی این قسمتش هم اینجا هست، یعنی شما اگر حتی اینو از عقبه مارکتش هم بگیرید از جایی که رنج شکل گرفت و بعد حرکت خودش رو انجام داد، به این سایت هم میتونیم اشاره بکنیم که دقیقاً
رنج هم برای روند مارکت کاملا مستوفی بود و مشخص بود که چه اتفاقی میتونه برای مارکت بیفته. این تفسیری که خیلی ساده میتونیم بهش رجوع بکنیم کلا و بر اساس همین انتظارات روند آتی برگشت قیمتیمون هم میتونه مسجع بشه. حالا حاضر یعنی شما الان بیس رو روی روند مارکت بر اساس ترند لاینی که از سال 2023 با مارکت بوده، بوده حمایتیش از تاریخ دقیق 15 اکتبر 2023 این ترند لاین حمایتی رو داریم. این ترند لاین حمایتی بر اساس همین داشته میتونه یه بالایی رو تا 92,000 تا و بعد شکست رو اینجا تجربه بکنیم. پس روندمون در ابتدای امر اگر بتونه 10 روز تا یه هفته اینجا رنج بزنه که محتوم به شکسته، در غیر این صورت یه بازگشتی رو به 92 93 خواهد داشت و بعد باعث شکستش میشه. در هر شرایطی بهترین چیزی که میتونید شما دنبال بکنید اینه که ترند لاینتون رو از ATH تاریخ به اصطلاح تاریخ 6 اکتبر 2025 بکاریم که روی 26200 دلاره، این رو امتداد بدید به هر جایی که از روند مارکت احتمال شکستش وجود داره و بعد بر اساس سبک ما بیاید دنبال انحراف معیار منفی این جریان باشید. هر زمان انحراف معیار منفی این جریان شکسته شد، اولین آلارم های تغییر روند مارکت میتونه شکل بگیره. اما این موضوع از چه جهتی مهمه؟ این موضوع از این حیث مهمه که شما انتظار اینو داشته باشید که قیمت روند مارکت بنا به اقتضای زمانی گذشتهش دوباره باید یه برگشتی رو داشته باشه به ATH های خودش. ATH خودش 64844 دلار و 69000 تاست. این محدوده که خب بر اساس تاریخش هم این محدوده جاییه که میتونه حجم خوبی رو به خودش اختصاص بده و اینجای کار تعیین کننده است که در چه پروسه بازه زمانی آیا برگشتی رو میتونیم داشته باشیم تا 50,000 تا و 59,000 تا یا اینکه به همین محدوده بسنده میکنه. پس توصیه به اینه بعد از اینکه 64844 دلار رو برای بیت کوین تاچ کرد، پله های خودتون رو تا 50,500 دلار داشته باشید. اما چرا 50,500 دلار اینقدر میتونه مهم باشه؟ به دور از نگاه استراتژی ما که قاعدتا میتونه همیشه آینده مارکت رو با درصد احتمالات خیلی بالا تعیین بکنه، مخصوصا داشته های تارگت های مطلقی که برای این جریان موجوده، میتونیم رجوع بکنیم به آینده نگری که به روند مارکت وجود داره. شما حال حاضر باید تمام ذهنیت خودتون رو روی تتر داشته باشین. تتر از این حیث برای داشته های ماها میتونه مهم باشه چون برای اردیبهشت میتونه بالای 155 تا 160 هزار تومن هر یک تتر ارزش داشته باشه برای وضعیت افت قیمت ریالی و شمایی که بتونید حتی بیت کوینی که الان روی همین قیمته یعنی 1135 ساتوشی هر یک دلارتون میتونید دریافت بکنید. نگاه شما باید بر اساس داشته‌های قیمتی از آخرین افت قیمت بیت کوین باید منتفع بشید چون در کل پروسه تاریخش هیچ موقع ما برگشتی به این نواحی دیگه نخواهیم داشت و برای همیشه به تاریخ سپرده خواهد شد. پس خیلی مهمه خط مشی داشته های ما رو دنبال بکنید و بر اساس نگاهی که در مجموعه هر شب ما در دیسکورد ساعت 8 هستیم غیر از روزهای تعطیل و میتونید از همین لینک استفاده بکنید و به مجموعه دوستانتون در
دیسکورد در قسمت ویتینگ روم ملحق بشین و حالا حاضرم میبینید که دوستانتون حضور دارن. در قسمت ویتینگ روم ملحق بشید و از داشته های مجموعه استفاده بکنید برای آپدیت های احتمالی که میتونیم در خدمت شما ارائه بدیم. پس بر اساس این توضیحات و داشته هایی که نیاز به اقتدای این جریان هست، شما باید سعی کنید در طول پروسه پایین اومدن این جریان از تترتون به بهترین نحو ممکن ذخیره‌اش رو انجام بدین تا زمانی که داشته هامون تاچ میشه. به شخصه روی عدد 64844 دلار که ATH اصلی روند مارکت بود قبل از 69000 تا، انتظار اینو دارم که این پله بتونه تا محدوده 50500 دلار پایین رو داشته باشه، چرا که در تایم هفتگی هم نشانه هایی از این جریان در روند مارکت کاملا دیده میشه. یعنی کندلی که در تاریخ 19 فوریه 2024 وجود داره، ما باید بیایم این رو کامل کاور بکنیم، بیایم پایین و بدنه اینجا ساخته بشه برای اینکه بتونه این عدد رو برای همیشه به تاریخ بسپاره. پس روی داشته های تایم فریم روزانه محدوده حمایتی اصلیمون میخوره به همین محدوده ATH سابق. و در نظر داشته باشیم چون ATH سابق ما در سال 2017 روی 19666 دلار شکسته شد و عملاً ما رسیدیم به محدوده 115474 دلار 76 دلار و این شکستی که اینجا به وجود اومد بنا به همین چون چرخه تکرار تاریخ دوباره خودش رو میسازه تا اینکه این واحد رو کاملا پاس بکنیم و به عنوان یک روند و نگاه کلی برای مابقی استراتژی داشته باشیم. فی‌الواقع به این باورم که دوباره ما باید بیایم ATH 69-64 هزار تا رو بشکنیم به سمت پایین، یک کف رو بسازه مثل همین کفی که اینجا از تاریخ 24 فوریه تا به مدت 260 روز ادامه داشت این پروسه و اینجا رو دوباره بیاد تاچ بکنه بهترین ناحیه حمایتی و بعد بتونه برای خودش ادامه بده و باعث شکست ترند لاین ها و انحراف معیارهای لازم در این خصوص بشه. در روند درک کلی شما برای اینکه بتونید داشته های ما رو با همسو باشین، ما در عقبه هم به 3 تا تاریخ اشاره کردیم. تاریخی که روی بیت کوین هولدر اندیکاتور اختصاصیمون برای این جریان هست، از 13 آگوست 2025 آلارم روند نزولیش شکل گرفت. همونطوری که روی اندیکاتور ملاحظه می‌فرمایید، اولین چیزی که وجود داره تعیین چرخه سایکل این جریانه که دقیقا از همین تاریخ خود نمایی کرد و بعدش میرسیم به داشته های تغییر رنج و مارکت به استراحت قیمتش که ATH خودش رو بعد از تاریخ 17 سپتامبر و تاریخ اصلی که روی داشته 6 اکتبر 2025 بود هندل شد. این جای کار برگشت محدودمون قاعدتا اینجا باید یه رنجی رو داشته باشه، چرا که فیبوی 1272 رو داریم روی 86 721 و همچنین فیبوی 5 از سایکل های سابق رو. این میتونه چه داشته ای رو برای شما به ارمغان بیاره که روند استراحت قیمت مارکتمون بر اساس همین چیزی که روی نمودار دارید ملاحظه می‌فرمایید، ما برگشتمون به نواحی پایین همسو خواهد شد و میتونه ناحیه زیر نزدیک به 60,000 تا رو برامون به وجود بیاره و همونطوری که اشاره کردم بر اساس تحلیل تا 50,000 تا هم
میتونه به وجود بیاد، جایی که فیبو 618 هم میتونه بود حمایتی رو داشته باشه. اینجا کندل کفسازی کامل خودش رو خواهد داشت و پایین ترین لول ATL خودش رو خواهد زد و بعد روند به احیا باز خواهد گشت. همون چیزی که در روند عقبه تاریخ خودش هم وجود داشته. مارکت وقتی ATL خودش رو ساخت در قیمت 19,000 تا، ارزم به حضور اینجا اندیکاتورمون در خصوص 19,338 دلار آلارم ورودش رو داد و بعد هم دوباره همین بوده تکرار رو به وجود میاره و میتونیم به این داشته ها رجوع بکنیم. اگر همین کپی تحلیلی که در اختیارتون لینکش رو قرار خواهم داد و چند سالی هستش در کانال وجود داره، میتونید به تاریخ گذشته، حال و آینده سرچ بزنید در کانال کنکورد، براتون همین لینک رو در پین هم براتون میاره چند سال قبل و میتونید این کپی تحلیل رو ازش استفاده بکنید. در کپی تحلیل فرقش با تحلیل عادی چیه؟ وقتی شما میاد یک اسکرین میفرستید یا یه لینک رو میفرستید، یه عکس از این جریان هست و شما نمیتونید داخل داشته ها حرکتی رو انجام بدید. ولی در کپی تحلیل اینجوری نیست. شما میتونید از همه این داشته ها به تاریخی که هست کامل حرکت بکنید، نمودارش رو بررسی بکنید و اگر حمایت یا مقاومتی از این داشته ها میبینید به اون برسیم. اما چه چیزی باعث ریزش اصلی مارکت خواهد شد؟ به باور من اولین چیزی که باعث ریزش اصلی مارکت خواهد شد لیکوید شدن مایکرو استراتژیه، چرا که میانگین خرید اصلی این جریان که از سال 2020 در حال خرید بیت کوین بوده و روی چارت سایت اصلی خودشون هم همین وجود داره، میانگینشون خیلی بالاست، 74,433 دلار. برای شرکتی با این همه عقبه و این میزان از خریدهای بد میتونه عواقب بدی رو داشته باشه و مجبور به پوت بشه، بازگرداندن اقراض هایی که داره و باید نقدن باشه. به خاطر همین فشار فروش از 74,400 تا شروع میشه و این میتونه حرکت شارپی رو تأمین بده. مارکت که تا 85,000 تا براش خوابش رو داشتیم برای ژانویه، انقدر شدت و حدت این جریان به خاطر ETF ها زیاد شده بود که تا 80,000 تا هم سریع اومد واکنش نشون بده، ولی همونطوری که میدونید خورد به فیبوهای حمایتیش و اینها توانایی مقابله با این جریان رو داشتن که فعلا بالای این ترند لاین بتونن نگهش دارن، ولی این دیری نخواهد پایید و قاعدتا مارکت رو سوق خواهد داد به اعداد پایین تر از محدوده حال حاضر. امیدوارم درک کلی شما بر اساس داشته ها و ساتوشی های آتیتون بتونه شما رو در درک کلی بیت کوین بنا به این جدول بالا ببره. ایام خوش.